سلام میکنم به همگی. انشالله که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که برای این جلسه در خدمتتون هستم. متاسفانه هنوز افتخار حضور در کنار فاطمه جون رو نداشتم، به خاطر که یه ذره ایشون هنوز حالشون خوب نبود. خب دیگه من گفتم نمیشه که بچه‌های یوتیوب بدون تمرین بمونن. گفتم که بیام و تمرین رو براتون داشته باشم. پار بکش به سمت بالا. 3 4 5 6 7 8 9 10. مرسی. بار بکش به پهلو. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مرسی. بشین روی باز. بکش به پهلو. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عالی. بشین. بیا بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عالی. مرسی. دستتو آروم بچرخون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مرسی. جلو. 1 2 3 4. اینجوری که ایستادی شکم کمرت رو کنترل شده نگه دار، اما بازدمت مرتب باشه. عالی. برگردون. 3 4 5 6 7 8 9 10. مرسی. شونه ها رو حالا بچرخون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عالی. دستاتو بچرخون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برو پهلو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برو پایین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بیا بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برو عقب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مرسی. خیلی خوبه. بریم سراغ تمرینات امروزمون. خب بچه‌ها، امروز هم مثل جلسه گذشته من 3 تا حرکت رو میگم، پشت هم 40 ثانیه انجام میدیم و بعد میریم برای اینکه 2 بار دیگه هم تکرارش بکنیم. حرکت اولمون، خب اجازه بدیم من از روی دفترم بخونم. خب حرکت اولمون میتونید بچه‌ها با دمبل انجام بدید، میتونید بدون دمبل برید. دستتو جلو نگه میدارید، میچرخونید دور سرت، میاری به سمت جلو و بعد از سمت بعد این کار انجام میدی. حالا من چون کلاه دارم یه کلاه مزاحمه، ولی خب شما راحت میتونید حرکت رو انجام بدید. برو بریم برای 40 ثانیه. دستتو بکش پهلو، جلو، سمت بعد، جلو. فقط دقت کن کمرت رو سمت عقب ندی، بدن رو صاف و یک دست نگه داری. دستتو میکشی به سمت جلو. حالا حتی اگه دمبل نداری، 2 تا دستت رو به این شکل قفل میکنی، از عقب میکشی به سمت جلو و میاری به پهلو و به جلو و برمیگردونی. عالی. ادامه بده. برو 10 ثانیه دیگه داری. پهلو. بچه‌ها من توضیحات رو میدم، شما با توجه به اینکه حرکت رو گفتم دیگه شروع کنید به انجام دادن تا من تایم رو نگه دارم. مرسی. استراحت کن. میریم برای حرکت بعدیمون. حرکت بعدیمون یه دستمون بالا ثابته، اینجوری به این شکل دست رو بالا ثابت نگه میداریم، دمبل رو میگیریم دستمون و دست بعدی اینجا یه حالت پرس به سمت بالا داره همراه با یک چرخش. آماده هستی؟ بریم. سرپوزمون رو بگیرم. 3 2 1. برو بریم. دست اینجا قرار میگیره، یه پرس، برمیگردونی به سمت پایین، دوباره بالا، دوباره برمیگردونی. باریکلا. عالی. ادامه بده. برو. ماشاءالله بهت. کسی با این هسته؟ برو. باریکلا. منو نگاه نکنی، من یه ذره. عالی. برو. ماشاءالله بهت. خیلی خوبه. ماشاءالله. نگهدار. ادامه بده. خوبه. حالا دستاتو جا به جا کن. یه چند ثانیه برای یکی دست میخوایم بریم
برو بالا. 20 ثانیه اون یکی دست، 20 ثانیه این دست. برو بالا، نگهدار. دم و بازدم. عالی. ببین یه نیم چرخش برمیگردونی بالا، برمیگردونی بالا. عالی. استراحت کن. حرکت هوازیمون بچه‌ها میخوایم به صورت زانو بلند به پهلو حرکت کنیم. به این شکل میایم به پهلو، یه پرش به پهلو داریم. اما بچه‌هایی که نمیتونن پرش کامل رو داشته باشن به صورت بدون پرش میان یه گام بلند برمیدارن. آماده ای؟ 3 2 1 برو. بریم بر 40 ثانیه. میایم به سمت پهلو. اینجا یه گام زانو بلند، میای به سمت پهلو. اینجا یه گام. برو باریکلا. ماشاءالله بهت. یه گام. عالی. خیلی خوبه. برو برو برو. کسی وای نسته. 40 ثانیه بشه من اعلام میکنم. عالی. گروه 1 بچه‌هایی که آسیب داریم بدون پرش میریم. مرسی و استراحت کن. خب آب بخور. میریم برای ست دوم. همین ست حرکت رو مجدد میخوام تکرار بکن. آب بخور. خب آماده؟ بریم 3 2 1 برو. بریم دستت بالا جلو. یه بار از راست، یه بار از چپ. باریکلا. عالی. ماشاءالله بهت. ادامه بده. برو وای نستا. من حواسم به زمانت هست. ببین از این ور میچرخونی صاف به سمت جلو. برو 3 2 1 میریم بر حرکت بعدی. حرکت بعدی دستت رو بالا نگه میداری. یه دست بالا، یه دست چرخش به سمت بالا. عالی. بچه ها اینا رو معمولا بدون استراحت میریم و یه مدل تمرینی خودش. خب دستاتو جا به جا کن. بهش میگیم مدل تمرینی تریست و به یکی از مشیبه های تمرینی نسبتا سنگین. البته ما چون نیم ساعت میریم خب هم تایم کوتاهیه خوبه، همین که بالاخره اون فشار خوبه رو ما داریم. عالی. عجله نکن، با کنترل، دستت نیفته. برو باریکلا. حتی اینا رو رمبن هم نداشته باشید بچه ها میتونید انجام بدید. بریم بر حرکت هوازی. برو بالا، میای به پهلو، پرش متا. اگه اون دفعه اینوری اومدید خب الان اینوری برید. جهتتون رو عوض کنید بچه ها. هر دفعه یه طرف رو برید دیگه. پرش هاتون مختلف باشه. برو باریکلا. ماشاءالله بهت. من امروز یه ذره همچی سرما خوردم هستم. به خاطر یه جاهایی یه ذره استوب میکنم که یهویی سرما خوردگیم بدتر نشه. من معمولا اینطوری بچه‌ها با مریضی من ورزش میکنم مگه اینکه دیگه واقعا منو خیلی بندازه. به خاطر همین الان فقط یه ذره ببینید مراعاتش رو دارم میکنم که مرسی. استراحت کن که بدتر نشه. نفس بگیر، استراحت کن. میریم برای ست سوم. همین دو تا ست حرکت. حرکت اول با دمبل. آماده هستی؟ برو بریم. دمبلت رو بیار. ای دور سر جلو. معلوم نبود کدوم بری بردم. نیست کلاه جلو چشمم. هی جلو دست و پامو میگیره. برو باریکلا. ماشاءالله بهت. بردارم از اون تجربه چیز میشه. بخاطر همین دیگه نمیتونم هم برشتم. برو بریم. عالی. باریکلا. جلو برگرد. ماشاءالله بهت. عالی. ادامه بده و وای نستا.
برو حالا وایستا. مرسی. حرکت بعدی یه دست بالا، یه دست حرکت آرنولد پرس رو میره. برو بالا، برو ماشاءالله بهت. خیلی خوبه. برو ادامه بده با این دست. خب جا به جا کن سمت بعد. شکمت رو کنترل شده نگه دار و تمام. برو بریم برای حرکت هوازی. حالا ست سوم هوازی تو اون سمتی برو که پرشش برات سخت بود. مثلا الان اینوری اگه پرشش برات سخت بود اینوری برو. من اینوری برام سخت‌تره تو سمت راست، چون پای راستم غالبه. اینوری که میخوام بپرم خب راحت تره، ولی اینور یه ذره سخت‌تره. شما هم همینطور ببینید کدوم طرف پرشش براتون سخته، چون زانو بلندش که فرق میکنه ها از دولتش، ولی به اندازه پرش متفاوت نمیشه. برو باریکلا. عالی. ماشاءالله بهت. خیلی خوبه. برو. مرسی و عالی. استراحت کن. خب میریم برای ست حرکت بعدی بچه ها. حرکت اول در حالت ایستاده پشت بازو رو میخواییم بزنیم. پشت بازو متوالی میخواییم بریم. یه دست اول، یه دست جلو به این شکل. خب بریم 40 ثانیه. بچه‌ها که نمیتونید دست کمر خم شید، همینجوری حتی در حالت صاف هم میتونید آرنجتون رو خم کنید، برگردید. یکم دست میره عقب، آرنج خم، برگرد به این شکل. خب بریم 3 2 1. برو بریم 40 ثانیه. یه در میون قرار شد باشه. 1 باریکلا. برو مونده 10 ثانیه دیگه. عالی. سرتو تو راستای بدن نگه دار. تمرکز بذار روی تنفست. باریکلا. خوبه. عالی و تمام. حرکت بعدی میاد توی حالت 4 دست و پا. توی این موقعیت قرار میگیری. حالا میخوام دستت رو بکشی به سمت بالا، برگردونی. دست میاد بالا، برمیگرده. بچه‌هایی که گروه 2 هستید میخواید یه ذره کار براتون سخت‌تر بشه، بچه‌ها میتونید روی حالت 4 دست و پا قرار بگیرید، زانو بالا و دست رو بکشید بالا. من از اونجایی که یه ذره این همین حرکت فشارش برام زیاد میشه اصلاح شده میرم، کامل نمیرم. اما اگر کسی از توی شرایط نمیتونه قرار بگیره، توی حالت ایستاده دستتو بیاد در راستای سر به سمت بالا و برگرد. بریم. آماده؟ برو بریم برای 40 ثانیه. از الان زمانت رو گرفتم. بالا، برگرد. پرتاب نکن. کاملا کنترل شده دست رو بکش و برگردون. بدونی آخرین جایی که میخوای دستت رو نگه داری کجاست. برو برگرد. ماشاءالله بهت. ادامه بده. خیلی خوبه. شونه هاست منقبض نشه. برو باریکلا. خیلی خوبه. برو 4 3 2 1. مرسی. میریم حرکت هوازیمون. بچه‌ها حرکت هوازی یه دونه حرکت پروانه است، یه دونه قیچی. من آخر اینا میخورم. خب بذارید من بیام برتر. اوکی. خب حالا
اینجا نگاه کن، یه دونه حرکت پروانه، یه دونه قیچی، یه پروانه، یه قیچی. خب هر بار یه پا رو میاری جلو. حله. فقط بچه‌هایی که گروه 1 هستن یه دونه پروانه، یه دونه قیچی، یه پروانه، یه قیچی. بریم. آماده 40 ثانیه. 3 2 1 برو. زمانت رو گرفتن. عالی. یه بار راست، یه بار چپ، یه بار راست، یه بار چپ. خوبه. عالی. ادامه بده. برو هنوز مونده. هماهنگیش مهمه. گروه 1 یه جاهایی حتی کارش سخت‌تره چون هماهنگیه. برو. تمام. مرسی. استراحت کن. خب بچه آب بخور. میریم برای ست دومه. این ست حرکت اول چی بود؟ از کمرخم به صورت متوالی پشت بازو. آماده. 3 2 1 برو. بریم. عالی. خیلی خوبه. برو باریکلا. ادامه بده. از آرنج خم باز. کمر توی کوچولو سفت و کنترل شده نگه دار. پرتاب نکن. خوبه. حرکت بعدی در حالت ایستاده یا شما دست و پا دست رو میکشیدی بالا. من ایستا تو ایستاده میرم که ببینید به چه شکله. بریم. بریم. گرفتم زمانت رو. برو باریکلا. نفس بگیر. خالی کن. ماشاءالله بهت. برو. عالی. ادامه بده. مرسی. و تمام. حرکت آخر حرکت حوازی. برو بریم. یه پروانه، یه قیچی. برو. زمانت رو از الان گرفتم. عالی. باریکلا. ماشاءالله. برو ماینستا. برو. تمام. حالا استراحت کن. خیلی خوبه. عالی. یه ست دیگه داریم و میریم برای سبت کردن. عالی. نفس بگیر. خب بریم. دنبلات رو بردار. آماده. 3 2 1 برو. بریم. یه در میون. عالی. شما مقرض نباشه. ناحیه میان طرف رو کنترل شده نگه دار. برو باریکلا. کسی وای نسته. برو. عالی. برو. ماشاءالله بهت. تمام.
حرکت بعدی برو بالا برگرد. گرفتم زمانت رو ها. وای نستا. اینا رو بچه‌ها بدون استراحت میریم. خودش علاوه بر این که روی قدرت شما کار میکنه، روی استقامت بدنی شما کار میکنه این تمرینات به این شکل. به خاطر همین سعی کنید حالا حتی اگه نمیتونید کامل پشت هم انجام بدید، با یه فاصله استراحت کوتاه‌تر برید که استقامتتون به مرور بیشتر و بهتر بشه. نگید من سنم زیاده وای من که اینجوری نمیشم. نه، همه ما آدم ها بچه‌ها میتونیم جلوگیری کنیم از اون روند بدتر شدن شرایط جسمانیمون به واسطه افزایش فعالیت بدنی. مرسی. استراحت کن. میریم بر حرکت هوازی. 3 تا آخر. آماده؟ برو. ماشاءالله. عالی. برو. وای نستا. برو. عالی. خوبه. عقب 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 عقب. برو. عالی عالی. و خب مرسی. استراحت کن. نفس بگیر. شنهات آروم بچرخون به سمت عقب. نفس بگیر. خالی کن. خب بچه‌ها من امروز انتهای جلسه میخوام یه نکته حالا اضافه کنم به جلسه و بعد سرد کنیم. میخوام که ازتون میخوام بچه‌هایی که خیلی چالش دارید با ناحیه شکم پهلوتون، حالا من یه سری جلسات رو گذاشتم، خب اونا خیلی خوبن انجام بدید. حتما باید تغذیه رو رعایت کنید. اینم هممون میدونیم باید انجام بدیم. اما یه توصیه بهتون دارم. حرکت پای کوهنوردی جزء مواردی هست که میتونه کمک کننده باشه برای بچه‌هایی که میخوان تمرینات ناحیه شکمشون بیشتر باشه و متمرکزتر باشه. اما بچه‌ها یادتون نره من این تمرین رو میدم و یه سری تمرینات خوبتر داریم. این جزء اون تمرینات اما معجزه نیست. شاید برای یکی معجزه باشه برای یکی نشه. میخوام بهتون بگم همه اون موارد در کنار همه نداشتن استرس، تغذیه خوب، ذهن آروم، کنترل و فعالیت بدنی و همه این موارد. اما این رو میتونید جزء چالش‌های قرار بدید که باهاش دائم تمریناتتون رو انجام بدید. مثلا من امروز الان 1 دقیقه پای کوهنوردی رو میرم با هم دیگه انجامش میدید. شما 1 دقیقه مثلا هفته اول 1 دقیقه بگید، هفته دوم 2 دقیقه بگید. همینطوری هی آروم تا یه حالا مثلا حدودی زیادش بکنید. بعد دوباره یه حرکت دیگه مثلا شکم رو بردارید انجامش بدید. مرتب انجام دادن اینها عضلاتتون رو قوی میکنه، شکل و فرم میده، کمک میکنه به کوچیک‌تر شدن اون اتفاق حالا سایزی که میخواید و مواردی که هست. برید سراغ از حرکت که دیگه بدن خیلی سرد نشه. 1 دقیقه پای کوهنوردی رو میخوایم با هم دیگه داشته باشیم. برو زمانت رو گرفتم و بعد میریم برای سرد کردن. برو حرکت پای کوهنوردی به این شکلی، یا اگر به این شکل نمیتونی انجام بدی با حالت ایستاده یا دستتو میذاری روی دیوار کار میکشی داخل شکم. فکر کن من الان دستم رو دیواره، به این شکل کار میکشم تا جایی که میتونم داخل شکم. حالا من اینجا روی زمین انجامش میدم. برو بریم. یه ذره سریعتر برید. خوبه میگم من به خاطر یه ذره شرط جسمانی خیلی سرعتم بالا نمیبرم، ولی شما میتونید با سرعت بالاتر انجام بدید. من اگه حالم خوب بود سرعتم رو بردم بالاتر. برید بچه‌ها، برید. حواسم به زمانتون هست. کسی با این هسته؟ عالی. برو ماشاءالله بهت. برو 5 4 3 2 1 استراحت کن. خیلی خوب. نفس بگیر. راه برو. حالا شما میتونید این چالش رو و این پای کوهنوردی رو هفته‌ای تعدادش رو زیاد کنید، مقدارش رو زیاد کنید. میتونید اصلا تعدادی برید، هفته‌ای تعدادش رو زیاد کنید. این دیگه حالا
بسته به سلیقه شماست که شما چجوری رو انجامش بدید. اما بچه ها یادتون نره هیچ راه میانبری برای خوش اندام بودن، فیت بودن، سالم بودن وجود نداره. راه های میانبر خیلی وقتا آسیب زننده است. ما تلاش رو میکنیم، تمرین رو انجام میدیم، دلیلش هم میذاریم سلامتیمون، حال خوبمون، نه شلوام به خدا نتایج فوق‌العاده هم همتون میگیرید. خیلی خوبه. برو سمت بعد، دستت رو بکش، عالی. آروم بیا پایین، دستت رو بکش پایین، بیا روی پاشنه، بیا پایین، بشین، برو سمت بعد، بشین، عالی. با تو آروم جمع کن، پا رو بکش بالا، پشت صاف باشه. خوبه. پا رو بکش عقب، پشت صاف. خوبه. سمت بعد، پا رو بکش بالا، پشت صاف. دقت کن به پشتت، خیلی مهمه. و شما هممون به خاطر روزمرگی هایی که داریم تمایل داریم که پشتمون به سمت جلو باشه. من هی تکرار میکنم از این جهته که تو ذهنتون بمونه و سعی کنید توی خیلی از بیشتر موارد سعی کنید که پشتتون رو صاف نگه دارید. حرکت کشش دست سمت عقب رو هم انجام بده. بیار جلو. عمدن پشتمو دارم گرد میکنم، عقب، جلو. یه بار دیگه. مرسی از حضور تک تکتون. مراقب خودتون باشین. خیلی زیاد روی ماهتون رو میبوسم و انشالله که با امید خدا برای جلسات آینده پر انرژی میبینمتون. مرسی از حضورتون. خداحافظ.